اگه نیمه شب پدر دیدی که از سر کار برگشته خونه، اما اون شبیه بود، جایی تو امن نیستش. این قوانین رو رعایت کن. 1. عکس‌های خانوادگیتون رو نگاه کن. اگه چهره پدرت داخل عکس تار دیده میشه، فوراً اون عکس‌ها رو مخفی کن. 2. اگه بابات بهت گفت توی اداره یه کار برات پیدا کردم، اصلا شغل رو قبول نکن. بگو علاقه‌ای ندارم. اگه قبول کنی، اونا تو رو با خودشون میبرن. 3. اگه مامانت داشت برای بابات تولد میگرفت، اونو همراهی کن و وقتی داشت شمعه ها رو فوت میکرد، سریع فرار کن. توی حیاط. 4. ساعت 6 صبح بابات میگه که میرم انباری رو چک کنم. اصلا دنبالش نرو، حتی اگه ازت خواست که بری کمکش. برای فرار باید تا ساعت 11 صبح صبر کنی و بعدش تلویزیون رو روشن کنی. بابات میگه این برنامه مورد علاقمه و میشینه پای تلویزیون. بعد چند دقیقه خوابش میبره. اون موقع از خونه برو بیرون. وقتی برگشتی اون باید رفته باشه.